بستنی تست کنیم. بستنی کاله جیتو، بستنی دراکولا یخی، یه باتم یخی کولا زرش. خب داریم بازش کنیم بخوریش. رنگش خیلی زشته. خب بیا ولی گاز بده. خوشمزه است. خیلی ترشه. بعد که گاز میزنی یه حالت قرمز رنگی داره وسطش. دقیقا مزه زرش میده. خیلی ترشه. من 8 میدم بهش. یوسف تو چند میگه؟ 10 20. چرا نه؟ باش. تا ویدیو بعدی خدافظ.